خمینی که حتی یک جمله رو به زبان فارسی درست نمیتونست ادا بکنه، به صورت یک رهبر فرهمند در آمد و انقلابی رو به ثمر رسوند، حرکتی رو به ثمر رسوند. جناب عالی امروز از زبان فاخر فارسی استفاده میکنید و علی‌رغم اینکه از نوجوانی از ایران خارج شدید، نشون میدید که یک ایرانی هستید که نسبت به فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی تسلط و آگاهی دارید و زبان شما زبانی فاخر و روشنفکر پسنده. برای نفوذ این زبان میان توده ها، همین مباحثی که الان شما مطرح کردید، بخشی از جامعه ما هضم این مفاهیم قالب زبانی دیگری رو میطلبه. یعنی شاید راهی باید پیدا کرد که پیام شما و حرف شما و حرکت شما برای توده های مردم بهتر قابل درک باشه. آیا شما این رو به عنوان یک مسئله بر سر راه ارتباط خودتون با توده های مردم نمیبینید؟ تونستم سوالم بگم؟ بله، نه میفهمم چی میگی. مسلما شما دارید میگین زبان ماست با زبان کارت و اینتلیجنسیا فرق داره در اصل. یعنی از نظر شاید ساده تر بیان کردن یک نکاتی که از دید روشنفکری خب به مقدار اصطلاحات یا یه مقدار برداشتایی است، ولی مردم ایران بی‌عقل نیستن. من بهتون بگم، من درسمو از آدمای عادی که از اقشار عمده مملکت میان میگیرم، از اون راننده تاکسی، از اون بقال، از اون کارگر، از اون نجار، از اون استاد دانشگاه و دانشجو و نمیدونم، یعنی در تمام سطوحه. برای اینکه این چیزی که ما بیان میکنیم متعلق به بگیم فقط اقشار یا فقط بخش فکری نیست. این تبادل بین هر دو به نوعی مستتر هست در این بیانات. حالا من فکر کنم که مقدار زیادی از گرفتاری که در 30-40 سال گذشته مملکت پیش اومد شاید اختلاف فاز و زبانی بود بین کادر روشنفکری مملکت با اقشار جامعه. الان که آدم برمیگرده به اون زمان مقایسه میکنه، یه جایی این کانکت نشد. این مسئله امروز کمتره. میدونین چرا؟ برای اینکه مسئله فقط یه گفتار نیست که باز کلی حلاجی بکنیم. انقدر اطلاعات الان زیاد هست تو این دنیای تکنولوژی اینترنتی که هستش، این همه تارنما و این همه نمیدونم رد و بدل شدن اطلاعات و ارتباطات و اینا، که فکر کنم زیاد تفاوت به اصطلاح مفهومی بین اون صحبت‌های بیشتر شاید به قول شما انتلکتوئلی با اقشار نباشه. کماکان آیا میتوان این رو به بیان ساده‌تر عنوان کرد؟ شاید بشه. من تا اونجایی که میتونم سعی میکنم به زبان ساده‌تری رو عنوان بکنم، ولی فکر نمیکنم که لغت آزادی نیاز به تفسیر داشته باشه. مسئله مساوات دلیل زیاد به تفسیر داشته باشه. برابری زن و مرد نیاز به تفسیر داشته باشه. احترام به روحانیت و مشروعیت و جای مذهب به جای خودش نیاز به تفسیر زیادی اثر داشته باشه. حاکمیت مردم، قوانین مدنی، قوانین انسانی، قوانینی که مردم حاکم بر سرنوشت خود هستن، اینا دیگه چیزایی است که به نظر من گفته شده، بحث شده، تو خانواده ها مطرح هست، تو دانشگاه ها مطرح هست و به هر حال اگه بتونید من رو راهنمایی کنید که زبان ساده‌تری پیدا کنید، من استفاده خواهم کرد. سوال دیگر رو مطرح کنم خدمتتون. من میبینم شما در بخش بین المللی فوق‌العاده فعال هستید، مؤثر هستید. همونطور که خودتون اشاره کردید، ما یکی از بهترین موقعیت ها رو داریم برای اینکه یک کسی که قبولش داره غرب میتونه پیام مردم مبارز رو به جهان برسونه و شما یکی از بهترین ذخایر ما هستید بدون هیچ گونه تعارف. من این کارو کردم تو این 30 سال. بله. یه بخش دیگه هم هست که شما در مقابل هر رخدادی دفتر شما اقدام به صدور اطلاعیه‌ای میکنه، اعلامیه‌ای میکنه و مواضع شما رو روشن میکنه. اما یه بخش دیگر رو من نمیبینم یا کم میبینم و اجازه میخوام که اینو با صراحت بگم. ببینید، احمدی نژاد به نیویورک آمد. یک فرصت طلایی درخشان. در خیابان داکامرشور تمام گروه‌های سیاسی بودن. من اون روز همش فکر میکردم که چرا شاهزاده اینجا نیست؟ چرا شاهزاده از اون سر خیابان داکامرشور، خب دست خانومش یا فرزندش، من مسائل امنیتی رو نمیدونم، من یک روزنامه نگارم، دستش تو دست اینها نیست
و حرکت کنه بدون هیچ چیزی از این سر خیابون به اون سر خیابون بیاد. من جمعیت رو در موضعی نمیدیدم که کوچکترین اساءه ادبی بکنن نسبت به این حرکت و بدون هیچ گونه تردیدی این یک اثر فوق‌العاده شگفت‌انگیز میتونه داشته باشه در نزدیک کردن همه گروه ها و تحت تاثیر دادن همه گروه ها. شاهزاده اون روز ولیعهد سابق لیبی اونجا بود در کنار مردم، اما اون روز یه فرصت تاریخی بود. میتونم ازتون بپرسم چرا اونجا نبودید؟ من اتفاقا در نیویورک بودم، نمیدونم شما اون بخشی که صحبت داشتم با بعضی از جوانایی که اونجا اومده بودن در این کنفرانسی بودم که اتفاقا راجع به مسائل مختلف همین حرکت و اپوزیسیون‌ها داشت صحبت میشد. قبلش هم که تو واشنگتن که دیدید تو نمایش‌های مختلفی به حال در بعضی موارد من شرکت کردم، بعضی موارد همسرم و بچه‌ام شرکت کردن. مسئله من درگیری با یک شخصیت نیست. مسئله من این نیست که بخوام در مقابل آقای احمدی نژاد مثلا عکس‌العملی نشون بدم یا غیر ذالک. اساس مشکل رو در کلیت رژیم می‌بینم و ما نمی‌تونیم مسائل رو فردیش بکنیم یا شخصیش بکنیم. یه مسئله کلی است که باید در نظر بگیریم. وگرنه این رژیم در سال‌های متعدد افراد متعددی رو کرد و ارائه داد به جامعه ما. من دعوایی با شخص آقای احمدی نژاد ندارم. مشکل من اساساً ماندگاری یک نظامی است که به اثبات رسیده که برخلاف منافع مملکتمون به ضرر جامعه ما، به ضرر ترقی، به ضرر آزادی، به ضرر پیشرفت و فقط به منظور حفظ خودش و حتی فراتر از ایران. چند روز اول اصلا به ایران کار نداشت این حکومت. از این حکومت برای ایران پایه‌ریزی نشد. خود خمینی حرف آخرش روز اول زد. گفت هیچ احساسی نداره. میتونست این کارو از لیبی انجام بده، از تونس انجام بده، از این کشور دیگه. قره افتاد به ایران. وگرنه شما حسابش بکنید دیگه اصلا عملاً این رژیم در این سال‌ها اینو نشون داده دیگه. کارگری که 6 ماه حقوق نگرفته مقابل 4 سال حقوقش به خانواده حزب الله در لبنان کمک میرسونه. یک لبنانی شیعه رو بیشتر براش اهمیت قائل تا یک سنی که حتی حق مسئله نداره بسازه در کشور خودمون. خب اینا دیگه چیزیه که مردم خودشون میپرسن و این حرف من فقط نیست. دیگه روشن شده. مسئله من افراد نیستن. مسئله من کلیت رژیمه. اعتراض اصلی من به کل این رژیمه. نه به خاطر اینکه بر علیه نظام پیشین انقلاب کردن، اون بحث دیگری است. امروز مردم ازشون بپرسید آیا به نتیجهش راضی هستید؟ آیا این بود چیزی که می‌خواستید؟ آیا هدف ما چیز دیگری نیست؟ و آیا حق این انتخاب رو نباید داشته باشید؟ و رژیم رو در کلیتش به چالش بکشیم که آقا شما اگه ادعای مشروعیت دارید، اگه ادعای این دارید که مردم باهاتون هستن، چه ترسی دارید از اینکه انتخابات رو آزاد بگذارید؟ دیگه از این بالاتر اثبات این که حتی انتخابات قلابی خودشون نتیجهش رو تحمل نکردن. بله. چی میخواین بالاتر؟ من به خاطر سنم یکم عجولم راجع به آینده ایران و حتما شما درک میکنید این مسئله رو و به قول اون مسئله که هست میگن که من دیگه موز سبز نمیخرم چون تا زرد بشه ممکنه ما نباشیم دوره بر این قضیه. اینو گفتم به این خاطر که من خیلی مشتاقم بدونم که رهبران سیاسی مثل شما به عنوان مثال در حیطه ارتباط با جوانان و خانم ها به خصوص، چون چیزی که ما دیدیم در این تظاهرات اخیر حضور شگفت‌انگیز خانم ها بود و حضور شگفت‌انگیز جوانان و وقتی شما این بافت این تظاهر کنندگان رو با اون تظاهرات فرمایشی رژیم نگاه می‌کردید که 40-50 هزار نفری اومده بودن میدون انقلاب، چهره ها رو می‌بینید چقدر انرژتیک هست، چقدر بشاش هست اینها و خانم ها 100%. جناب عالی ارتباطتون با این دو بخش جامعه چی هست؟ یعنی نمیخوام خب میدونم اگه باشه نمیخوام اکثرش با این نسله. اولا با این نسل خیلی هم طبیعی است. چرا؟ برای که 50 میلیون نفر از جمعیت کشور 35 سال دارن یا کمتر. آینده ایران اینا هستن. اینا هستن که تصمیم گیران خواهند بود، اینا هستن که رهبران خواهند بود، اینا هستن که مملکت رو به ارث میبرن و تحویل میگیرن. ولی همین نسلی است که میگه ما نمیخوایم ما که فدا شدیم نسل بعد از ما هم فدا بشه. امروز اگه میره جونشو برای آزادی میگذاره واسه اینکه نسل بعدی هدر نره. بنابراین تمام سرمایه‌گذاری روی نسل هست. مسئله زنان که تازگی نداره، از ابتدای کار اولین صف مقاومت رو نشون دادن و با کمال شهامت و با کمال شجاعت، بلکه بیشترین ظلم به زنان ایران شده از هر گروهی بیشتر. طبیعی است که من هسته اصلی این سوالم این بود که
کسانی که مثلا فرض کنید هولوش 12 سالشون بود، 10 سالشون بود در زمانی که انقلاب اتفاق افتاد، الان 42 سالشونه، 40 سالشونه و الان دارن میگن 80% مردم ایران زیر 42 سال هستن. بله. و همینه که رژیم داره رنگ میبازه و واقعا این نیرو داره میاد خیابون. خب رهبران سیاسی خارج از کشور یا داخل کشور یک جوری باید کانکت کنن با این بحث. میخوام ببینم جناب عالی طرحهایی دارید یا داشتید یا کارهایی، نمیخوام وارد جزئیات بشیم، طبیعتا اگه هم شما داشته باشید